سلام دوستان عزیز ذهن زیبا. خوش اومدیم به قسمت 5 از کتاب جستارهایی در باب عشق از آلن دو باتن. در قسمت قبل درباره توقع و سوء تفاهم صحبت کردیم. اینکه چطور ذهن ما از عشق تصویری میسازه که با واقعیت زندگی روزمره فرق داره. امروز میخوایم یک قدم جلوتر بریم. از دل همین توقعها دلخوری ها ایجاد میشن. دلخوری هایی که گاهی در سکوت آرام آرام رشد میکنن و رابطه رو از درون تهی میکنن. اما آلن دو باتن میگه عشق جایی برای گله هاست، اما نه برای سکوت. ما معمولاً تصور میکنیم دلخوری از رفتار بیرونی معشوق آغاز میشه، اما دو باتن میگه ریشه اصلی دلخوری درون ماست، در تصویر ذهنی که از بایدها ساخته ایم. ما انتظار داریم شریکمون همونطور عشق بورزه که ما دوست داریم عشق بورزیم. اون باید بفهمه، بدون اینکه بگیم، باید پیش بینی کنه، باید احساس ما رو حدس بزنه. دو باتن می نویسه در عمق هر دلخوری تمنای فهمیده شدنه. ما خشمگین نیستیم چون دوستمون ندارن. خشمگینیم چون اونطور که باید ما رو نمیفهمن. این فهم همون چیزیه که عشق رو زنده نگه میداره. اما انسان‌ها متفاوتن و تفاوت‌ها وقتی با سکوت همراه میشن به سوء تفاهم تبدیل میشن. من ناراحت نشدم از اینکه دیر اومدی. ناراحت شدم چون فکر کردم فراموشم کردی. ولی من فقط خواستم بهت فضا بدم که فکر کنی، استراحت کنی. میبینی هر دومون نیت خوبی داشتیم، ولی برداشتامون فرق داشت. همین لحظه های کوتاه خلاصه ای از تمام روابط دنیاست. نیت ها اغلب پاکن، اما ترجمه احساسی ما اشتباه از آب در میاد. دو باتن بارها اشاره میکنه که سکوت دشمن مهربان عشقه، چون سکوت فقط نبود کلمه نیست، نبود اعتماده. وقتی از ترس رنجاندن یا از ترس قضاوت شدن چیزی نمیگیم، در واقع دیوار میسازیم. اون مینویسه رابطه ها نه با خیانت، بلکه با سکوت های کوچیک روزمره از هم میپاشه. و جالب اینجاست، ما اغلب سکوت میکنیم تا حفظش کنیم، اما همون سکوت پایه های عشق رو سست میکنه. حرف زدن حتی اگه تلخ باشه شجاعت عشقه. یکی از مهمترین تحلیل های دو باتن در این فصل نگاه او به تفاوت چشمانداز هاست. اون میگه ما نمیدونیم دیگری دنیا رو چطوری میبینه. تصور میکنیم میدونیم، اما در واقع فقط نسخه خودمون رو میشنویم. مثلا وقتی ما از کسی انتظار توجه داریم، ممکنه اون با کار کردن، با فراهم کردن آسایش همون عشق رو نشون بده. اما چون زبان عشقش متفاوته، ما احساس بی‌توجهی میکنیم. مثلا در یک رابطه یکی عشقش رو با حرف زدن نشون میده، دیگری با عمل کردن. اما چون روش ها فرق دارن، هر دو احساس میکنن درک نشدن. و اینجا جاییه که عشق نیاز به ترجمه داره. ترجمه حس، نیت، زبان عشق دیگری. دو باتن میگه عشق یعنی پذیرفتن اینکه دیگری دنیایی داره که ما هرگز کاملا نخواهیم فهمید، اما میتونیم برای فهمیدنش تلاش کنیم. تو وقتی ساکتی، من فکر میکنم ازم دور شدی.
ولی شاید فقط خسته‌ای، نه؟ آره، ساکت میشم چون نمیخوام چیزی بگم که پشیمون شم. ولی سکوت منو سرد میکنه. اینو حالا فهمیدم. پس بهتره هرچی هست بگیم، حتی اگه خام و ناتموم باشه. دوباتن معتقده بلوغ احساسی یعنی توانایی دیدن ضعف‌های دیگری بدون از بین بردن احترام. رابطه بالغ جاییه که ما یاد میگیریم دلخوری هامون رو ابراز کنیم بدون اینکه بخوایم برنده بشیم. در عشق بالغ هدف اثبات درستی نیست، بلکه رسیدن به درک مشترکه. مثلا وقتی شریک زندگی دیر میاد میتونی بگی تو همیشه بی‌توجهی، یا میتونی بگی وقتی دیر میرسی حس میکنم برات مهم نیستم. جمله دوم همون درد رو داره ولی راه گفتن رو باز میذاره. دوباتن میگه ما عاشق میشیم تا دوباره یاد بگیریم چطور با آسیب پذیری هامون کنار بیایم. عشق یه مسیر خطی نیست، پر از پیچ و تردید، سکوت و سوء تفاهمه. اما در دل همین لحظات ناهماهنگ فرصت رشد وجود داره. آلن دوباتن یادآوری میکنه در هر رنج رابطه بذری از آگاهی نهفته است. اگه اون رو ببینیم درد به معنا تبدیل میشه. و در نهایت عشق یعنی این که یاد بگیریم چگونه با نقص ها زندگی کنیم، نه علیه اونها. دوستان عزیز ذهن زیبا، شما چی فکر میکنید؟ آیا سکوت و سوء تفاهم در رابطه باعث فاصله شده یا شما تونستید ازش پلی بسازید برای نزدیکی بیشتر؟ نظرتون رو برام بنویسید، چون شاید تجربه شما نوری باشه برای بقیه. اگه از این قسمت لذت بردید لایک کنید، برای دوستاتون بفرستید و زنگوله رو هم بزنید، چون تو قسمت بعد میخوایم از ترس عشق ورزیدن حرف بزنیم، یکی از عمیق ترین جستارهای کتاب. مرسی که تا انتها همراه من بودید.